سلام بچه ها، خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب چنل من کیمیا هستم و تصمیم گرفتم که اولین ویدیو یوتیوب چنلم رو با سوال و جواب شروع کنم. دوستم زهرا قرار ازم سوالا رو بپرسه. دیشب یه استوری گذاشته بودم توی اینستا که کوئسچن باکس بود و قرار شد که سوالی که پرسیدین رو جواب بدم. خب اول با یه بیوگرافی از خودت شروع کن. اوکی، من کیمیا هستم، 23 سالمه، تو مسکو زندگی میکنم، بابلیم و سال 4 داروسازی دانشگاه سیچینووا مسکو. خب اوکی، بریم برای سوال اول. یکی از بولترین ویژگی‌های اخلاقی چیه؟ از بولترین ویژگی‌های اخلاقی من بگم؟ بذار ببین، احتمالا تو هم میخوای اینو بگی. چیزی که همه میگن اینه که خیلی عجولم. خیلی عجولم میگن، ولی به نظر خودم خیلی نرم و عادی و همه چی نرمالش اینه. چون وقتی یه کاری تو ذهنمه باید سریع انجام بدم. وقتی انجام ندم اون کار رو تو ذهنم مثلا اینطوریم که ای وای من مثلا یه کاری رو انجام ندادم. حالا نسبت به این نه کلا خب اگه همه بهت میگن شاید خیلی نرمال. آخه ببین مثلا ما ساعت 7 الان بچه‌ای که همیشه دارن دیر میکنن دوستام چیز میکنن، الان دارن اینا میبینن. ببین مثلا قرار ساعت 7 یه جایی بریم، یه برنامه‌ای باشه فلان شه، من باید همیشه آماده شم، کلی منتظر باشم تا بچه‌ها آماده شن که مثلا من برم پیششون، یا مثلا برم اونجا کلی منتظر باشم تا بیان. و همین دیگه، این همیشه روتین زندگی میده که من نمیدونم چرا خدای همه دوستام چرا همیشه دیر میکنه. خب اوکی، پس خیلی عجیبه. خب به ادامه ویدیو میپردازیم. خب الان خوشحالی یا نه؟ الان خوشحالم، الان خیلی خوشحالم واقعا. الان خیلی خوشحالی. خب بیشتر سوالا در حیطه این رابطه و ایناست. حالا من میپرسم دیگه، الان تو رابطه ای؟ الان نه تو رابطه نیست. آخه که تو رابطه بودی که من نگفتم سواله خیلی شخصی. خب پارتنر جدید تو راه هست؟ پارتنر جدیدم تو راه نیست بچه. واقعا نیست، اگه بود من آره. اولین خط قرمز توی رابطه چی بود؟ اولین خط قرمزم، ببین اون احترام خیلی برام مهمه. احترام به خودش، احترام به من، احترام به رابطمون، احترام به خانواده. ولی ببین اینا چیز نرمه دیگه، یعنی باید توی رابطه همه اینا باشه. ولی چیزی که منو آزار میده واقعا اینه که یکی بهم بخواد بچسبه. اینو اصلا نمیتونم تحمل کنم. یعنی طرف زندگی خودش مثلا بذاره کنار، انگار واسه رابطه زندگی خودشون نداشته باشه و مثلا بخواد خیلی بچسبه، خیلی مثلا نباید بچسبه بهم دیگه. نمیدونم چطوری بگم. خیلی کنارت نباشه؟ خیلی کنارم نه. ببین زندگی خودشو نداشته باشه، حس چسبیدن نده به آدم. میدونی چی میگم؟ خب گذشته این طرف چقدر برات مهمه؟ گذشته طرف نمیتونم بگم اصلا مهم نیست، ولی خب خیلی هم مهم نیست واقعا. اگه بخواد توی رابطه الانم تاثیر بذاره، تموم نشده باشه یه چیزی از گذشته و اینا، اون خب اذیت میکنه رابطه الانم آسیب میزنه و خب اونجوری مهمه. ولی چیزی که در گذشته باشه تموم شده باشه دیگه تموم شده. خب مثلا تو الان با پارتنرت میری یه مهمونی، 10 تا دختر اونجاست که با دوست پسرت خاطره داشتن، اوکی با این موضوع؟ ببین 10 تا که حالا نه واقعا 5 تا. ببین اینطوری هم که اگه مثلا طرف همه چیش اوکی باشه، رابطه‌مون با هم خوب باشه، الان واسه رابطه الان داره تایم میذاره، انرژی میذاره، ارزش میذاره، احترام، همه چی و باهاش خوش میگذره، همه چی خوبه، خب نه اونجوری کنار میذارم. یعنی برام مهم نیست این چیزا رو ندید میگیرم. ولی خب وقتی ببینم از اون طرفم مشکل داره، از این طرفم مشکل داره، خب نه دیگه واقعا. خوبه. چی باعث میشه که به ازدواج فکر کنی؟ من به ازدواج فکر کنم
احترام، آرامش داشته باشم کنارش و اینکه کنارش بهم خوش بگذره. اصلا همینه، فقط خوش بگذره. یعنی کسی باشه که کیمیا کنارش بهش خوش بگذره، خوش که بگذره دیگه باشه ازدواج میکنه. نمیدونم. خب اولین بار اخلاق یه پسر جذبت میکنه یا قیافش؟ یعنی در نگاه اول چی جذبم میکنه؟ خب قیافش، ظاهرش. خب شاید اینکه قیافه نداشت بعد 2 کلمه حرف زد خوشت اومد، نمیشه همچین چیزی پیش نمیاد برات؟ خب باید ظاهرش جذبم کنه و یعنی وقتی یکی قیافه نداشته باشه کلا قیافه نداشته باشه اصلا دوست نمیشی. نه مگه یعنی این همه دوستان آدم دوستای پسر داره. الان دوستان همه زشت نه چرا اینو نه منظورم اینه که اگه بخوام بدی برنامه باز خواهی میکنم از دوسته پسری نه بچه‌ها نه ببین اگه بخوام با یکی وارد یه رابطه‌ای بشم اون ظاهر برام اول در نگاه اول ظاهر بیشتر جذبم میکنه تا اخلاق و بعد اخلاق، در حالی که اخلاق خیلی مهم‌تره ها، ولی تو رو ظاهر جذب میکنه در نگاه اول. بین دوستات کی تو رو بهتر از همه میشناسه؟ بین دوستام سنا دوست بچگیمه، از مثلا شاید 15-16 سال ایناست که دوستیم. غذا خوردن رو ترجیح میدی یا خوابیدن؟ ببین اگه قبلا بود خواب برام واقعا رتبه 1 همه چی بود، یعنی خیلی برام مهم بود، ولی الان بی برو برگرد غذا اصلا از غذا نمیتونم بگذرم. خب تنهایی رو ترجیح میدی یا با بقیه بودن؟ جفتش لازمه واقعا، هم تنهایی لازمه هم با بقیه. نه یه دونه باید جواب بدی، تنهایی یا با بقیه؟ یکیشو. اگه یکیشو بخوام انتخاب کنم کلا با بقیه بودن. چه چیزی بیشترین لبخند رو لبت میاره؟ خوشحال کردن آدمایی که دوستشون دارم و اینکه حال اونا خوب باشه. خب حال منم خوب. چجوری خوشحال میکنی آدمایی که دوستشون داری؟ باشون خوش میگذرونم. کاری میکنی که بهشون خوش بگذره؟ کاری که دوست داری. چیزی که بدون اون نمیتونی زندگی کنی چیه؟ خواهرم. در کنار شغل آیندت اگه بخوای یه شغل دیگه هم داشته باشی اون چیه؟ ببین من همیشه دوست داشتم یه کارگاه سفالگری داشته باشم در کنار حالا داروسازی که رشته مورد علاقه بچگیمه، یعنی از بچگی دوست داشتم که داروساز شم، ولی این چیزی که در کنارش دوست داشتم کارگاه سفالگریه، چون واقعا سفالگری بهم آرامش میده و اینکه دوست داشتم یه کارگاه بزرگ سفالگری داشته باشم. سفالگری خیلی باحال خدایی. خیلی جالب. اگه برگردی عقب چه کاری هیچ وقت انجام نمیدی؟ اگه برگردم عقب در مثلا بگم هر شرایطی، نمیدونم شرایط سخت باشه، تنهایی باشه، هر اتفاقی که بیفته حواسم بیشتر هستش که چه آدمی رو دارم وارد زندگی میکنم، دوست باشه حالا هر کسی که وارد زندگی میشه کیه، چه به خود اون آدم به خودش چقدر ارزش میده و چه جور آدمیه. بیشتر یعنی یه سری آدما رو وارد زندگی وارد زندگی. دردناکترین اتفاق زندگی چی بوده؟ دردناکترین داشتی اصلا؟ آره خب مگه میشه نداشته باشه؟ خب چرا نمیگی بس؟ دیگه چون نداشتی. نه اصلا تو یه چیزی که دردناک مگه میشه آدم اتفاق بد براش نیفتاده باشه، دردناک نیفتاده باشه؟ خیلی دردناک باشه و کیمیا بخواد بگه این اتفاق برای من دردناک بوده، همچین چیزی برای تو اصلا فکر نمی‌کنم پیش اومده باشه. نه دردناک نداریم، من میدونم. خب چی بهت انگیزه ادامه دادن میده وقتی که همه چی بده؟ وقتی که همه چی بده اینکه خودم به تنهایی میتونم اساس خودم بر بیام، همه کار بکنم و اساس خودم کاملا بر میتونم بیام.
البته که مثلا بودن، وقت گذروندن بقیه مثلا آدمایی که تو زندگیم هستن قطعا زندگیمو قشنگتر میکنن، بهتر میکنن، ولی اینکه خودم از پس همه چی میتونم بر بیام بهم خیلی انگیزه میده. این واقعا درسته، تو واقعا دختر قوی هستی. نمت افتخار. قربونه. اون زندگی که همیشه آرزوشو داشتی و الان داری؟ تو مسیرشم. تو مسیرش. هنوز به عشق اعتقاد داری؟ ببین عشق به نظرم اون چیز عجیب غریب و خیلی واوی نیستش که بگی مثلا این دیگه مثلا عشق برات پیش اومده تا حالا مثلا فلان و اینا. به نظرم عشق چیز عجیب غریبی نیست. عشق یعنی دوست داشتن، گذشت، صبر، احترام، تحمل، بخشش. واقعا همه اینا با هم میتونه یه رابطه رو بسازه. خب پس اعتقاد داری؟ اگه عشق آره همین عشق حساب میشه. ولی یه چیزی میگم عجیب غریبی نیست. در آینده تو برنامه هست که بری ایران کار کنی، زندگی کنی؟ بعد مسکو، بعد تحصیلم؟ فعلا نه، ولی خب نمیدونم بعدا چی پیش میاد. فعلا نظرم نه. حالا تابستون که داری میری ایران اولین جایی که بری کجاست؟ اولین جایی که میرم چقدر دلم تنگ شده واقعا برای همه اون جاها، ولی اولین جایی که میرم احتمالا با دوستان میریم پزشک. خب حالا یه مدتی که باشگاه رفتن تو اینا رو داری شیر میکنی تو اینستاگرام، این که پرسیدن چند وقت جدید باشگاه میری؟ این که بخوام خیلی مثلا مستمر برم و نمیدونم 4 روز 5 روز در هفته بخوام برم 2 ماه، ولی خب قبل اونم میرفتم، ولی این که بخوام مستمر برم و اینا نه. رژیم الان؟ نه نمیتونم واقعا، از غذا نمیتونم بگذرم. یه پستی هم گذاشته بودم تو اینستاگرام من بعد از باشگاه اون برم چقدر روی خوردم. خب سوالای من دیگه تموم شدن. خب رسیدیم به آخر این ویدیو. کلی ویدیوهای جدید تو راهه، کلی ایده‌های جدید، کلی به حمایت شما احتیاج داریم. چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و نظرتون رو بهم بگید. مرسی از شما زهرا جون و مرسی از شما که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. فعلا خدا نگهدار.